سه فرزند با خوک سپردگی. دو تاشا ماشین زد، یک چه کانالی ورزو بیفتم، اپش خونم گم کردم. یگانه فرزندم دخترم کورینیم، کلا چشمش میبینه. وام بیوزن ما هم خونه و در نداریم. میخوام که همین مثال لیسه کسبی تکنیکی 52 ما پراپیسکا دارم. ای خوب مرا پیش گستن. بگیرن ما این قدر مقدار مثال گروندم. دیگه خونه ندارم، در ندارم. شما تا وقت در کجا زندگی میکردید؟ ما خونه داشتم، خیلی همین مرده خونه را فروخت رفت درشی. از کجا به شوارتون؟ گذاشتن؟ بازنگیره کن. این همین یه 3-4 سال پیش ما را خیلی ای میدکی بوده کفردو. نگاه نمیکرد؟ نگاه نمیکرد، هیچی نمیکرد. انا خیلی من محتاجی همین نه خونه دارم، نه در دارم، شرایط وضعی. از در کجا زندگی کردید قطع دخترتون؟ در لیسه کسبی تکنیکی 52 خوبگاه. پول میتونید چقدر میکنه در اونجا؟ پول میتون. چند زمان پول میتونید؟ انا سوید چند مثال 100 سوم کار کنم، چند سوم کار کنم. پول سوید خودتون میتونید؟ خودم آب موسر خونه 120 سوم. 120 سوم. چند خونه است؟ یک خونه. قطع دختر بیتون میتونید؟ انا مثال ما چی کنیم اگر کمتر مثال قدر نداریم در همون لیسه کسبی تکنیکی 52. قدر من مثال همین میرم چی میکنم موس را بعد استو میوردم یگان کس بعد دادم بچم نمیده. شما در اونجا کار میکنید در همون لیسه؟ به حیث فراش کار میکنید؟ به حیث دوانی کار میکنم. همونجا مثال میگیرم 200 چند سوم. اگر مثال جنجال کنم 300 سوم میگیرم. آنمی 600 سوم اویلو کرد. مکتوب کردم بانوی وزیر مهنت که مثال اولی جواب چی گردانده نمیدونم. کاری دادید مکتوب؟ 26م ده. مکتوب کردم که ما در کمک کنن که مثال مرا خیلی جو کنن، ما زورم با کوارتیر پولی نمیرسه. دیگه مثال همه خیلی غمدار شدم. مکتوب جوابشان نگرفتم. دستگیری هم نمیکنه. 26 مای؟ چند روز پیش؟ امیرا دستگیری نمیکنه. هیچ کس دستگیری نمیکنه. هیچ کس با دادم نمیره. تاکنه مسئله ساختمانی در رئیس نویه اسماعیل سومانی در برآمدم. جواب به تغییر برآورد. مسئله ساختمانی شما خانه ساختنید؟ اگه گفتم هم یک کلبه بسازم که کجا ده؟ امو نویه ورزاب ده؟ نویه ورزاب های اینم استایقه تکسیل نبوده که در اوریانو میگن همچه ما همه زمین دادنم با مکتوبی. زمین حجتاش توبره است؟ زمین قرار شهر میگم بیا بگی مکتوب رئیس زنها دبرو ما بیچاره ایدگلی تاقو مکتوب کرد که همین زن مثال 3 فرزند شبه خوک سپردگی فرزند شم خیلی دستگیریش کنه قرار شبه مکتوبو هسته. امی هر روز میرم میگن اینا پگه بیا روز دیگه بیا. ما میخوام که همجا یک خونه کمک ساختمانی در نوشتم که همین رئیس شما را یادم کنه. ناظر مزاده جواب گردونده که دستگیری نمیشه و گفته همین سری جواب شد گفتم اکخار مدن چی کردم. دیگه همی یگون کس بچم با دادم نمیرسه. یگونه ما جناب بیالی خواهیش دارم که ما مادر توجیکه ما کجا برم دیگه خیلی ما بکشم چیکار کنم که این قدر غم تر شدم. مثال من دخترم چشماش لیچینی رفته رسیه قطعی دختری خولم بودایش همونجا نیم کلا میبینه. پیش دینم خیلی استودگی نیم کلا میبینه. نمیبینه که همونجا تو شما آدمین یا نه دورم نمیبینه. تولدی 85 نه. بعد از چی شد خیلی؟ بعد همین زندگیش که جدا شد. شوهرشان به جدا شد نه؟ ها اینا بچهش 10 ساله بود سیم پی 8 گذشت با همون بچه هم بیچاره ستونورش معیبیه. همون را ما اینترنت دموندمش که بخونه و در قدی کچه نمونه مثال بخونه همون بخچه آدم شود. همین بیچاره چشماش لیچینی کسته همین نیکولا میبینه. همین مثال مورا نگاه کنه همین بچه. این بچه که گفتید از درون کانال افتان وای برای چی خیلی شد؟ همین گنگ بود، اینوالید بود. همین دویم روز عید قربان بود. در پیش خونم بزی داشت. با گفتم بچه چند سال بودن؟ 2001 سیمپی نهمیش بود. ما گفتم که بچه جون برا خونه اپش اوقات کرده گفتم اوقات بخوام. گفتم اینترنت هم مکتب نیفتم بچم.
امی میبردم یه هفته مکتب در چی میکنم یک ریزه گفته امی تیله میکردن که بگی برم در کی برده چی برده او میدید میترسید گفتم برا بچه جان گفتم ما گفتم اومدم گفتم انا اویلگیری باید میرفتم ما گفتم از اویلکم این خوابگاه هایو این جای مکتب اما کنسر تاکسی لینا بود چکو ترالی بسیار ما گفتم برا بچه جان گفتم انا اپاش اوقات کده اوقات بخو گفتم چی کن اوقات بخو گفتم من کسبیم برو کرد گرفتم گفتم یا بکشی میگیرم مکتب میبرم همین میبردم یه هفته چی میکردن میگفتم بگی برا میگریزم بگی برا بودم در درونی او ما کفتم 8 روز ما پرزن کفتم اومدم نشید غلطیدم در کوچه 8 روز ما یافتم با خاک خیلی او بردیم با خاک سپاریدیم انا من اکسپرتیز همو جدیدم خیلی 8 روز در آمون چخیل ما پرزن ما میتونم که چوک میکنن ما مادرم من مثال در قد کوچه ماندم پرزنده را کلام کنم با خاک کلام کنم یه خونه پری گوده باشه دختر جان و یه خونه خونی شود چخیله امی یگانه پرزن بچه های مردم همینگاه میکنم میخورم که قطع بچه هم چای بخورم بچه هم نیست میرم میگه اینا قرار تمیتیم اینا قرار تمیتیم آبشی جای من نیست اینه که زورم آمده ایستادم چکار کنم دیگه سری من بغسته نمیبردم ما خوبانم تا نشستم روزی سردم مایده بود گرفتیم بیچاره بیوابد 4 کودکش در میدان مونده ایم خواهرم خبرم نگرم از دخترتون در روسیه این پسرتون در محکمه خودتون تنها زندگی کردید؟ نمیرم من اینترنت اومده ختمه از نبیرتون میره و میبینه اینترنت یا که میشتده اینترنت؟ نه جوابش دادن از معلمش تلفن کرد که انا بگیریم با بیارین گفته برا با پول نیجا و با کامین سیامیا بگیریم بیارین اینترنت هم میبری پشاق میکنی میبری یکون نظارت حلال نیست در همونجا خیلی بازی پولی ریمون طلب کرد استانبول اینترنت بچه که در اینترنت پولی ریمون طلب کرد چند سال 35 برای نمیدونم چیزی دیگه و 65 روش کدام اینترنت؟ اینترنت مایو خیرمانک ایستو درای المسی امیرم استول این ما نبیرتون چقدر مایو بست؟ ستون نورا راه گشته میتونه؟ میتونه و ستون نورا مایی باید عقلش کنم کمتر این کسی امی دو پرزندم وقتی ما در خونه شتگی بدم گفتن اوچا جون در سپیچک زندگی میکنم اوچا جون ما میریم انا چی میکنیم من ایلینا وقت شدم مابیز برینج انا براوغان میوردم سودا میکنم وقتی که مابیز و برینج هم میوردم سودا کنیده گردی داماده با کودکون دنون بیاون گفته انا روغانون هم میگرفتم سودا میکردم که مثل زندگیم براوه بعد گفته که اوچا جان شیرچوی کردم خودم اوچا گفت هر شمادن گفتن اوچا ما میریم و شما میبینیم و میخزیم میاییم برای سودا میکنیم و خود برم روغانا تبا کنیم همین یک زمان بود که مامی دردمی بزرگ بودم که گفتن که بچه ها تا ماشین زد هر چه اجره؟ با هر چه اجره ماشین زد خیلی بردیم گرونده مردک سودا برای بعدی بچه تون ماشین زدن شوهرتون جدا شدن شما؟ شوهرم جدا شد که مقصد پرزندو تا تو نگاه نکردیم خیلی زنگ رکن بود نکرد ما خیلی چیکار کنم ما امی قدی کوچه تکستیل دقیقی همی کنم موندم روزای شد که ما عذاب کشیدم در بخی ارچه ها انم خیلی ما خواه نمیکردم انم خیلی میشیشتم یکم کس من نکرد هیچ کس بردم نمیدم عدیولم میوردم بچه ما میپیچوندم روز میشید بچه ما میبردم در ستولاوی سیر میکنم سر شده
بیگاه میشیده او کار میومدم جا نداشتم میومد اینا هرچوی تکستی را دیده باشی ایس نگو بچه ما خواب میکنم ماشین او شپکا میومد نگاه میکرد که من شهر میرفتم میگفتم جا ندارم مرا نگاه کنه هیچ کس نگاه نمیکرد اکه میخوام که خمه بکشم دیگر نمیفرم هیچ